نفر میخواه که سلمان شود، شما دروازه سلمانی را به او باز بکنین که دکترای خود به سلمان بگیره. به امین گونه هر کس در هر چیزی که یک عشق و محبت داره که رقم مهر و وفا در وجود هر انسان به اوج کمالات عالی انسانیش میرسه و محبت داشتن به یک چیز میتوانه انسان به او چی یا علم و یا کس او را یک جا بسازه. پس در اینجا اگر فرزندان اگر توبیخ شوند و آنها اخطاریه برشان وارد شوند، باز این میجست که نوعی از ترس و یا رعب در وجود انسان پیدا میشه. حال خداوند ما را منع میکنه از او کار. خداوند میگه بر ما، میگه من امر میکنم که تو امانت به اهلش بدی. چیزی که توانسته از افغانستان ورشکست بسازه مسائل نژادی و قومی هست. امروز شما در هر وزارتخانه وقتی که میرین وزیر عمان وزارت میبینین و از او به بعدش ببینین که تا تقریبا رؤسایش و اکثرا از همون مردم است. بسیار کم مردم اگر تفاوت داشته باشه یا بخیت یک دل جداگانه هست. در جداگانه به این منظور که یک نفر وزیر میشه چهار طرف خود از خود پر میکنه به خاطر منفعت شخصی خود که خودش کدام وقت ورشکست نسازن نکشنشه. تا این حد گروه و گروه‌بازی در بین مردم افغانستان زیاد شده و این منبع بر چیست؟ به ایست که ما اساس زندگی را به قرآن نگذاشتیم. مثل یک وقت یک کس را از یک جای آورده بودن که او اصلا مچم قالین فروش بود، چی کاره بود او را آورده بودن در یک سطح بسیار بلنده که ستون فقرات یک مملکت معارف تشکیل میده و اردویش تشکیل میده، در اون تو یک جای را گذاشته بودن. امون بود که دیگه بدبختی ها شروع شد و تا امروز ما دیگه چیزی را به نام خوشبختی در اون سطح دانش و علم و تعلیم ندیدیم. ضعف در کجاست؟ ضعف در پای کسی هست، در مفکوره کسی هست که تعیینات را بدون اوامر خداوند میکنه. حال ما درک از این رو بکنیم. اگر یک نفر مسلکی وزیر آب و برق باشه، دیگر کسی از بیبرقی شکایت دیگر نمیکنه. ضعف است. ضعف در امین موضوعاتی که در روابط ها وجود داره، ضعف در روابط هاست. یعنی مثلا یک کسی را برش پیشنهاد میکنن برش جمهور، برش میگن امی خوب آدم 4 نفر یک جای میشه، میگه بیا این فلان کس وزیر میسازیم. او رئیس جمهور مسکین دیگه خبر نیست، تو بیچاره از اون 100 متری خود نمیتونه 4 طرف بگرده. قرآن از عبدالله ابن عمر روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند فقط 2 نفر قابل رشک و حسرتند، یعنی رشک بردن بر آنها جایز است. یکی آن که خداوند متعال به او نعمت قرآن را عطا کرده و شب و روز با آن مشغول است، و دیگر آن که خداوند متعال به او نعمت مال و ثروت داده و او همواره از آن در راه خدا خرج می کند. رواه بخاری و مسلم شریف. نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزی 100 مدرس شد. امین است که بالاخره باز تعیین میشن کسی که یک وزیر باید در امو چوکی خود بشینه و کاربار ریاست خود پیش ببره، اما با یک وزیر 2-3 کار داده میشه که از هیچ کدامش نمیشه، نه از خدا، نه از رسول، نه از پیغمبر، نه از ما، نه از ملت. این چیست که ضعف در روابط ها وجود داره، ضعیفی میکنه روابط هایی که دارن، اینمی ضعف است. در حالی که باید روابط مد نظر گرفته نشه. آنچه مورد مطرح است و قابل دید هست برای یک ملک که میخواین آباد شون، اون ملک باید ضوابط مد نظر بگیرن. کی پیش قدم است در این کار؟ در وزارت معارف یک معلم مقدسه که سالها خاک تباشیر رگ وجودش فرا گرفته، او را می آوردن در وزارت معارف می شنده.
که او از حق معلم خود دفاع میکرد. برادر، شاگرد سر معلمش تفنگچه نمیکشید، چاقو نمیکشید و واقعیت میدانستند که معارف یعنی چی. به همین گونه در جاهای دیگری که وجود داره همه چیز روی روابط هاست، اما در حالی که پروردگار با ما به ضوابط امر میکنه. خداوند میگه من امر میکنمت. یک قماندان در یک جای اگر بشینه، قماندانای سابق هم میگم آره چیزی گفتن نمیتونه، وقت مثلا 5